این انگشت وسط از کجا اومده؟ مطمئنا خیلیاتون اینو نثار هم دیگه میکنید، ولی بعضیاتون حتی معنیش هم نمیدونید و فکر میکنید فحش بدی چیزیه، ولی داستانش اینو نمیگه. در واقع در سال 1415 میلادی در جنگی بین انگلستان و فرانسه شکست بدی میخوره و انگلستان با تیراندازای ماهری که داشت جنگو میبره. بعد از این جنگ فرانسوی‌ها انگشت وسط هر انگلیسی رو که دستگیر میکردن و میبریدن تا طرف دیگه نتونه تیراندازی کنه، چون که این انگشت وسط برای تیراندازی خیلی مهمه و اونا بدون این انگشت وسط نمیتونستن تیراندازی کنن. با این وجود در جنگ‌های بعدی انگلیسی‌ها انگشت وسطشون رو نشون میدادند و میگفتن ها ببین ما انا انگشت وسط داریم و حالا قراره که انگشتتون یعنی تیربارونتون کنیم.